به نام خدا. سلام، من فرنازم. امروز میخوام توضیحی راجع به کتاب سفر روح بهتون بدم که در فصلهای مختلف ما راجع به مراحل متفاوتی از دنیای ارواح صحبت میکنیم. مبحث مورد مطالعه امشب فصل اول از کتاب سفر روح به اسم مرگ و عزیمت است. گزارش شماره 1. آه خدای من واقعا نمردم. مردم؟ منظورم اینه که جسم من، بدن من مرده. اونو در پایین میبینم. من تو هوا شناورم. وقتی پایین رو نگاه میکنم جسمم روی تخت بیمارستان افتاده. میبینم همه اطرافیانم فکر میکنن که من مردم. میخوام فریاد بزنم و بگم آهای، من واقعا نمردم. باور نکردنیه. پرستارا دارن ملافه‌ای روی سرم میندازن. افرادی که میشناسم دارن گریه میکنن. من باید مرده باشم ولی هنوز زنده هستم. عجیبه. جسم من کاملا مرده در صورتی که دارم در اطراف اون میگردم. من زنده هستم. اینها گفته های مردیه که به خواب عمیق مصنوعی فرو برده شده و تجربه مرگش رو تعریف میکنه. گفته هاش به صورت عبارت های کوتاه توأم با هیجان و شگفتیه، چون حالت روحی رو که به تازگی از جسم فیزیکی جدا شده رو میبینه و احساس میکنه. اون یکی از مراجعین منه، در حالی که روی صندلی راحت کلینیک نشسته با کمک من صحنه مردن در یکی از زندگی‌های قبلیش رو تعریف میکنه. لحظاتی قبل در حالت خواب مصنوعی اون رو به دوران طفولیتش برگردوندم. ذهن نیمه آگاه اون به تدریج به خاطرات قبلی برگشت تا به رحم مادر رسید. وقتی به این مرحله مهم تصور ذهنی دست پیدا کردم، اون رو از دهلیز زمانی تخیلی عبور دادم و بعد به زندگی قبلیش رسیدیم. زندگی کوتاهی بود، چون معلوم شد که به دلیل ابتلا به آنفولانزای همهگیر سال 1918 درگذشته. وقتی هیجان ناشی از دیدن صحنه مردنش و احساس اینکه روح از جسمش خارج شده و در هوا شناوره فرو نشست، با تصویرهای ذهنی خودش بیشتر خو گرفت، چون که هنوز قسمتی از ذهن آگاه و تحلیلگر اون کار میکرد و تونست تشخیص بده که داره صحنه‌ای از زندگی قبلی خودش رو به یاد میاره. این سوژه برخلاف بسیاری دیگر از مراجعین من روح جوانی داشت و هنوز به سیکل زندگی‌های متوالی و مردن و زنده شدن مکرر عادت نداشت. به خاطر همین مدت بیشتری طول کشید تا صحنه‌ای از زندگی قبلیش براش جا بیفته. ولی به هر حال بعد از چند لحظه آرامش خودش رو به دست آورد و با اطمینان و راحتی بیشتر شروع به پاسخ دادن به پرسش‌های من کرد. من به سرعت این سوژه رو از سطح ذهنی نیمه آگاه به حالت ابرآگاه رسوندم. در این وضعیت اون آماده است که در خصوص دنیای ارواح و اینکه اونجا چه خبره با من صحبت کنه. من بازم دارم بالاتر میرم. هنوز حالت شناور دارم به جسمم نگاه میکنم. مثل نگاه کردن فیلم روی پرده سینماست، ولی خودم هم بازیگر اون هستم. پزشک داره همسر و دخترم رو دلداری میده. همسرم داره گریه میکنه. سوژه به حالت ناراحتی روی صندلیش تکون میخوره. من سعی میکنم به فکر و ذهن همسرم راه پیدا کنم. میخوام به اون بگم که وضع من از هر لحاظ خوبه، ولی غم و اندوه اون انقدر زیاده که من نمیتونم باهاش تماس بگیرم. میخوام بدونه که درد و زجر من خاتمه پیدا کرده. من جسمم رو رها کردم و آزاد هستم. دیگه به جسم و بدنم احتیاجی ندارم. میخوام همسرم بدونه که منتظرش خواهم بود، ولی اون اصلا به حرفای من گوش نمیده. مثل اینکه اونها رو نمیشنوه. وای، حالا دارم دور میشم. به این ترتیب با هدایت و دستورات من سوژه‌ام حرکت به سوی دنیای ارواح رو آغاز میکنه. این راهیه که افراد زیاد دیگه‌ای هم به کمک من اون رو پیمودن. معمولاً همزمان با گسترش خاطرات در حالت ابرآگاه، سوژه هایی که در خواب مصنوعی هستند بیشتر با گذرگاه روح خو میگیرند. با پیشرفت کار در جلسه هیپنوتیزم، تصویر ذهنی سوژه ها بیشتر به صورت الفاظ و کلمات در میاد. عبارات کوتاه تبدیل به شرح جزئیات چگونگی ورود به دنیای ارواح میشه. مؤلفین متون پزشکی مثل دکتر ریموند مودی و الیزابت کالبر رأس تجربه خروج از جسم و حالت نزدیک به مرگ افرادی که به شدت مجروح شدند رو ثبت و ضبط کردند.
این افراد از نقطه نظر تشخیص کلینیکی مرده تلقی می شدند تا اون که کوشش‌های پزشکی اونها رو برگردونه. روح‌ها به خصوص در موقعیت‌هایی که بدن در حال مرگ هستش کاملا قادر هستن جسم خودشون رو ترک کنن و بعد دوباره به اون برگردن. اشخاص مختلف در خصوص پرواز جسمشون توی بیمارستان و نگاه کردن به پزشکایی که روش‌های نجات بیمارای نزدیک به مرگ رو انجام میدن صحبت کردند، ولی بعد از اینکه دوباره زنده میشدند این گونه خاطرات به تدریج محو میشه. مطالب گفته شده توسط اونهایی که در خواب مصنوعی هستند و مراحل بازگشت به زندگی‌های قبلی خودشون رو تعریف می‌کنند با گفته‌های افرادی که موقتاً برای چند دقیقه در همین زندگی خودشون مردن و دوباره به زندگی برگشتند مغایرتی نداره. منتها تفاوت بین این دو گروه در اینه که سوژه‌های خواب مصنوعی تجربیات مرگ موقت خودشون رو به یاد نمیارن. افرادی که در حالت هیپنوتیزم عمیق هستند میتونن چگونگی زندگی بعد از مرگ فیزیکی دائمی رو تشریح کنند. وجه مشترک خاطرات زندگی بعد از مرگ افرادی که موقتاً مرگ رو تجربه کردند با تصویر ذهنی افراد تحت خواب مصنوعی از مرگ دائمی زندگی قبلی خودشون در چیه؟ هر دو گروه خود رو در نوعی حالت عجیب و ناآشنا و به صورت شناور در اطراف جسم می‌بینند که سعی دارند اشیاء مادی جلوی خودشون رو لمس کنند، ولی ناگهان اون اشیاء جسمیت خودش رو از دست میده. گزارش هر دو گروه حاکی از حالت سرخوردگی از اینه که میخوان با افراد زنده مکالمه کنند ولی جوابی نمیگیرند. بالاخره هر دو گروه احساسی رو بیان میکنند که از محل خود به بیرون کشیده میشن و نوعی حالت آرامش و کنجکاوی ولی نه ترس و وحشت به اونها دست میده. تمام این افراد از نوعی احساس آزادی غیرعادی و روشنایی در اطراف خودشون صحبت میکنن. بعضی از سوژه های من از درخشش نور سفید رنگی که کاملا اونها رو احاطه کرده حرف میزنند. بعضیای دیگه میگن که از محوطه‌ای تاریک به سمت مکانی روشن کشیده میشن. غالباً این حالت تحت عنوان اثر دهلیز مطرح شده و برای عموم شناخته شده است. گزارش سوژه دوم بیشتر از مورد سوژه اول ما رو به مرحله مرگ وارد میکنه. این سوژه مردیه که بیشتر از 60 سال سن داره. اون جریان مرگ رو در زمانی که زنی به اسم سالی بوده و در سال 1866 موقع مسافرت در کاروانی توسط سرخپوست‌های کیووا کشته شده. اینو تعریف میکنه. هر دو سوژه تجربه مردن آخرین زندگی زمینی خودشون رو به یاد میارن. ذکر سال مرگ از لحاظ تاریخی اهمیت خاصی نداره چون هر دو در زمان نسبتاً اخیر اتفاق افتاده. من فرق قابل توجهی در مورد تصویر دنیای ارواح در زمانهای گذشته و زمان حال و کیفیت درسی رو که از اونها میشه گرفت نمیبینم. همچنین باید بگم که یه سوژه متوسط که در حالت خواب مصنوعی هست توانایی زیادی برای ذکر دقیق تاریخ یا مکانهای جغرافیایی زندگی‌های گذشته‌اش نداره. این امر در خصوص دوران اولیه تمدن بشری، یعنی در زمانی که خطهای مرزی بین کشورها و اسم شهرها و آبادی‌ها با اون چیزی که امروز هست تفاوت داشته. در این مورد هم صادقه. تاریخ‌ها، مکان‌ها و اسامی قبلی همیشه به سادگی در خاطرات زندگی‌های گذشته مطرح نمیشه، ولی شرح بازگشت به دنیای ارواح و زندگی در اون جهان معمولاً بسیار دقیق و روشن بیان میشه. صحنه گزارش سوژه دوم از اونجا شروع میشه که در آمریکای جنوبی گردن خانم سالی از فاصله نزدیک مورد اصابت نیزه قرار میگیره.
من همیشه با گزارش سوژه ها در مورد صحنه مرگ فاجعه آمیز در زندگی گذشتهشون محتاطانه برخورد میکنم، چون اغلب اوقات ذهن نیمه آگاه هنوز این تجربه رو در خودش نگه داشته. این سوژه اصولاً به خاطر اینکه تمام عمر از ناراحتی در ناحیه گردنش رنج می‌برده به من مراجعه کرده بود. رهادرمانی یعنی بیمار ریشه درد رو پیدا کنه و ازش رها بشه. و به هم ریختن برنامه‌ریزی قبلی ذهن معمولاً در این گونه موارد ضروریه. در بازیابی خاطرات زندگی قبلی، من معمولاً خاطرات زمان نزدیک مرگ رو به یاد سوژه میارم و اون رو در موقعیت نظاره کردن و کاهش درد و عواطف و احساسات مربوط به اون قرار میدم. خب دوستان، این از پایان گزارش اول و مقدمه راجع به گزارش دوم که فردا با هم دیگه میخونیم. ممنون که همراه من بودین. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.